کتاب قدرت ضمیر ناخودآگاه شما، نویسنده جوزف مورفی. مقدمه: این کتاب میتواند معجزات را به زندگی شما بیاورد. من با چشمان خودم معجزاتی را دیدم که برای افراد مختلفی در سرتاسر دنیا اتفاق افتاده است. معجزات میتوانند برای شما هم اتفاق بیفتند هنگامی که شروع به استفاده از قدرت جادویی ضمیر ناخودآگاهتان کنید. این کتاب به این منظور طراحی شده است تا به شما بیاموزد که عادات فکری و تصاویر ذهنی شما سرنوشت شما را رقم میزنند، چرا که انسان همان چیزی است که در ضمیر ناخودآگاهش میاندیشد. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همراهان نازنین کانال. من پریسا خالق هستم، خواننده کتاب قدرت ضمیر ناخودآگاه شما. امروز قسمت مقدمه کتاب رو ضبط میکنم و در داخل کانال یوتیوب و تلگرام قرار میدم. امیدوار هستم که مورد توجه و استقبال شما واقع بشه. سپاسگزارم. آیا شما جوابها را میدانید؟ چرا یک انسان غمگین است و دیگری شاد؟ چرا یک انسان خوشبخت و ثروتمند است و دیگری تنگدست و بیچاره؟ چرا یک انسان همواره اسیر ترس و اضطراب است اما دیگری سرشار از آرامش و اطمینان؟ چرا یک انسان در خانه زیبا با شکوه زندگی می کند اما دیگری زاغه‌نشین است؟ چرا یک انسان کاملا موفق است و دیگری مجسمه شکست؟ چرا یک سخنران فوق‌العاده و معروف است اما دیگری متوسط و گمنام؟ چرا یک انسان در شغل و حرفه‌اش یک نابغه است اما دیگری در زندگیش موفق به انجام هیچ کار ارزشمندی نشده؟ چرا یک انسان که دچار یک بیماری لاعلاج شده است شفا پیدا می کند و دیگری نه؟ چرا بسیاری از انسان‌های خوب، خوش‌قلب و مذهبی در زندگی دچار عذاب‌های جسمی و ذهنی هستند؟ چرا یک زن در ازدواجش کاملا احساس خوشبختی می کند اما خواهر او از زندگی زناشویی‌اش ناراضی و ناراحت است؟ آیا در نحوه عملکرد ذهن هوشیار و ضمیر ناخودآگاه شما پاسخی برای این سوالات وجود دارد؟ قطعا همینطور است. دلیل نوشتن این کتاب: هدف من از نوشتن این کتاب پاسخ به سوالات بالا و بسیاری سوالات مشابه دیگر است. من میخواهم حقایق بنیادین بزرگی را که در رابطه با ذهن شما وجود دارد با ساده ترین زبان ممکن برای شما شرح دهم. من اعتقاد دارم که به خوبی میتوان قوانین بنیادین و اساسی زندگی و ذهن انسان را با زبان ساده و عامیانه توضیح داد. شما با مطالعه این کتاب متوجه می‌شوید که لحن و کلمات به کار رفته در آن مانند مکالمات روزمره خودتان است. من به شما توصیه می‌کنم که حتما مطالب این کتاب را بخوانید و تکنیک‌های مطرح شده در آن را در زندگیتان به کار ببرید و به شما اطمینان می‌دهم که با انجام این کار نیروی معجزه‌گر را در زندگیتان مشاهده می‌کنید که شما را از سردرگمی، بیچارگی و شکست رها می‌کند و به سوی جایگاه حقیقیتان در زندگی هدایت می‌کند. مشکلاتتان را برطرف می‌نماید، محدودیت‌های روانی و فیزیکی شما را از میان برمی‌دارد و شما را در مسیر رسیدن به آزادی، خوشحالی و آرامش خاطر قرار می‌دهد. این نیروی معجزه‌گر ضمیر ناخودآگاه شما می‌تواند بیماری‌های شما را از بین ببرد و دوباره شما را قوی و پر انرژی کند. رها ساختن قدرت معجزه‌گر درونیتان: شفا یافتن یک بیمار که پزشکان از او قطع امید کردند بهترین گواه برای قدرت اعجاب‌انگیز ضمیر ناخودآگاه ماست. 42 سال پیش من با استفاده از قدرت شفابخش ضمیر ناخودآگاهم توانستم فردی را از کما خارج کنم. تکنیکی من برای انجام این کار از آن استفاده کردم در این کتاب بیان شده است و من اطمینان دارم که به دیگران هم کمک خواهد کرد تا به نیروی الهی عظیمی که در اعماق وجود همه ما انسان‌ها حضور دارد اعتماد کنند. زمانی که در مطب دوست دکترم حضور داشتم، من ناگهان متوجه این حقیقت شدم که آن نیروی آفریننده هوشمندی که مرا خلق کرده، تک تک اعضای بدنم را آفریده و قلبم را به تپش انداخته است، این توانایی را دارد که آفریده خودش را درمان کند. یک ضرب‌المثل قدیمی میگوید پزشک تنها زخم را پانسمان میکند و خداوند آن را شفا میدهد. هنگامی که شما به طور مؤثری دعا کنید معجزات رخ میدهند. دعا کردن به شیوه علمی
عبارت است از هماهنگی ذهن هوشیار و ضمیر ناخودآگاه انسان با یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشخص. این کتاب روش علمی برای استفاده از نیروی بیپایانی را که در درونتان قرار دارد به شما می‌آموزد به کمک آن بتوانید به هر چیزی که واقعا در زندگیتان می‌خواهید دست پیدا کنید. شما یک زندگی شادتر، کاملتر و غنی‌تر می‌خواهید. استفاده از این نیروی درونی معجزه‌گر را آغاز کنید و راهتان را در زندگی روزمره‌تان هموار کنید. مشکلات کسب و کارتان را از میان بردارید و آرامش را در روابط خانوادگی خود ایجاد کنید. حتما این کتاب را چند مرتبه بخوانید. فصل‌های این کتاب به شما نشان می‌دهند که این نیروی شگفت‌انگیز چگونه عمل می‌کند و چطور می‌توانید الهامات و خردی را که در اعماق وجودتان نهفته است آشکار کنید. تکنیک‌های ساده تاثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه را فرا بگیرید. روش‌های علمی را برای استفاده از نیروی بی‌پایان درونی خود دنبال کنید. این کتاب را با اشتیاق، با علاقه و با دقت بخوانید. به خودتان ثابت کنید که این کتاب می‌تواند کمک زیادی به شما بکند. خواندن این کتاب می‌تواند نقطه عطفی در زندگی شما باشد و من باور دارم که همین گونه هم خواهد بود. همه دعا می‌کنند. آیا شما می‌دانید که چطور می‌توانید به شیوهی مؤثر دعا کنید؟ از زمانی که دعا کردن جزئی از برنامه روزانه شما بود چقدر می‌گذرد؟ در مواقع ضروری، هنگامی که خطری شما یا عزیزانتان را تهدید می‌کند، مشکلی برایتان به وجود می‌آید، در زمان بیماری و یا هنگامی که مرگ را پیش روی خود می‌بینید، به فکر دعا کردن می‌افتید. نگاهی به روزنامه بیاندازید. می‌بینید که انسان‌های زیادی از شما تقاضا کردند تا برای شفای کودکی که یک بیماری سخت دارد، برای ایجاد صلح میان دو کشور و برای نجات کارگرانی معدنی که زیر آوار گیر افتادند دعا کنید. بعداً در گزارش‌ها می‌خوانید که کارگرانی که از معدن بیرون آورده شده اند گفتند که در زمانی که منتظر نجات یافتن بودند دعا می‌کردند. یک خلبان گفته است که در هنگامی که هواپیما را به صورت اضطراری و با موفقیت بر زمین نشانده دعا می‌کرده است. قطعاً همه ما در زمانی که به مشکلی برمیخوریم دست به دامن دعا میشویم، اما حتما نباید منتظر وقوع یک مشکل باشید تا بخواهید دعا کنید. پاسخهای شگفت‌انگیزی که انسان‌ها در نتیجه دعاهایشان دریافت می‌کنند معمولاً بر سر زبان‌ها می‌افتد و گواهی است بر اثر بخشی دعا کردن. اما دعاهای معصومانه کودکان، قدردانی ساده افراد در عید شکرگزاری و یا نیایش‌های خالصانه‌ای که تنها هدفشان ارتباط برقرار کردن با خداوند است چه می‌شوند؟ تحقیقاتی که من در رابطه با انسان‌ها انجام دادم باعث شده است که شیوه‌های مختلف دعا کردن را بررسی کنم. من نیروی اعجاب‌انگیز دعا را در زندگی خودم مشاهده کردم و با انسان‌های بسیاری صحبت کردم که آنها هم تاثیر دعا کردن را به چشم خود دیدند. مشکل معمولاً اینجاست که چطور باید به دیگران بگوییم که چطور دعا کنند. مردمی که درگیر یک مشکل بزرگ هستند معمولاً نمی‌توانند به صورت منطقی فکر کنند و عمل نمایند. آنها به یک دستورالعمل ساده احتیاج دارند که بتوانند به راحتی آن را دنبال کنند. یک شیوه ساده و مشخص که عملی باشد. معمولاً باید یک رویکرد اضطراری را به آنها یاد داد. ویژگی منحصر به فرد این کتاب عملی بودن آن است. در اینجا شما با تکنیک‌های ساده و قابل استفاده آشنا می‌شوید که به راحتی می‌توانید آنها را در زندگی روزمره خود به کار بگیرید. من این پروسه ساده را به مردان و زنان زیادی در سرتاسر دنیا آموزش دادم و به تازگی 1000 نفر با باورها و مذاهب مختلف در یک دوره کلاس ویژه که من در لس آنجلس برای آموزش شیوه‌های مطرح شده در این کتاب برگزار کرده بودم شرکت کرده بودند. بسیاری از این افراد از مسافت‌های بسیار دوری برای شرکت در هر کلاس به لس آنجلس می آمدند. ویژگی‌های منحصر به فرد این کتاب شما را به خود جذب می‌کنند، چون به شما نشان می‌دهند که چرا در بیشتر مواقع دقیقاً به نقطه مخالف آن چیزی می‌رسید که می‌خواستید. تاکنون مردم هزاران بار در گوشه کنار جهان از من سوال کردند که چرا با اینکه من این همه دعا کردم اما جوابی نگرفتم.
در این کتاب ما دلایلی را که باعث می‌شوند دعاهایتان مستجاب نشوند برایتان شرح می‌دهیم. همچنین راه‌های متعددی را برای تأثیر گذاشتن بر ضمیر ناخودآگاهتان به شما می‌آموزیم و به سوالات فراوانی که در ذهن شما است پاسخی واضح و روشن می‌دهیم و همین مسئله این کتاب را به کتاب فوق‌العاده ارزشمند تبدیل می‌کند که می‌تواند زندگی شما را متحول نماید. شما چه چیزی را باور دارید؟ این چیزهایی که انسان‌ها با آن باور دارند نیستند که دعاهای او را مستجاب می‌کنند. استجابت دعای افراد نتیجه پاسخ ضمیر ناخودآگاه فرد به تصویر ذهنی او یا افکاری است که در ذهنش می‌پروراند. استفاده از قانون باور در همه مذاهبی که در گوشه کنار دنیا وجود دارند به چشم می‌خورد و به همین دلیل است که آنها از نظر روانشناسی درست هستند. افراد بودایی، مسیحی و مسلمان همگی ممکن است که پاسخ دعاهایشان را دریافت کنند. تنها دلیلی که برای استجابت دعاهای آنها وجود دارد قانون باور است و پذیرش ذهنی چیزی که برای آن دعا کردند. قانون زندگی قانون باور است و باور می‌تواند به صورت فکری که در ذهن شما است خلاصه شود. افکار، احساسات و باورهای انسان وضعیت ذهن، جسم و محیط پیرامون او را تعیین می‌کنند. تکنیک و شیوهی که بر اساس درک و فهم کاری که انجام می‌دهید و دلیل انجام آن بنا شده باشد به شما کمک می‌کند تا خواسته‌هایتان را در ضمیر ناخودآگاه خود تجسم کنید. در واقع مستجاب شدن دعاهای شما چیزی نیست جز به واقعیت پیوستن خواسته‌های قلبیتان. میل و خواسته همان دعاست. هر کسی خواستار سلامت، شادی، امنیت، آرامش خاطر و بیان حقیقت است. اما افراد زیادی نمی‌توانند که به این خواسته هایشان برسند. اخیراً یک استاد دانشگاه نزد من اعتراف کرد که من می‌دانم که اگر الگوی ذهنیم را تغییر دهم و مسیر احساساتم را عوض کنم، زخم معده‌ام بهبود پیدا می‌کند. اما نمی‌دانم که چطور باید این کار را انجام دهم. ذهنم دائما درگیر مشکلاتی که با آنها سر و کار دارم می‌شود و احساس یأس و ناامیدی می‌کنم. این استاد دانشگاه خواستار سلامت خودش بود و باید با سازوکار ذهنش آشنا می‌شد تا بتواند به این خواسته‌اش برسد. با تمرین روش‌های درمانی که در این کتاب بیان شده‌اند، او توانست کاملا سلامتی‌اش را به دست آورد. ذهنی واحد بین همه انسان‌ها مشترک است. امرسون. نیروی معجزه‌گر ضمیر ناخودآگاه شما مدت‌ها قبل از اینکه من و شما متولد شویم و یا حتی جهانی وجود داشته باشد وجود داشته است. حقایق و اصول عظیم و جاودان زندگی قبل از پیدایش هر مذهبی وجود داشتند. من از شما می‌خواهم با در ذهن داشتن این افکار فصل‌های این کتاب را مطالعه کنید تا بتوانید از این نیروی شگفت‌انگیز و جادویی برای ایجاد تحول در زندگیتان استفاده کنید. زخم‌های روانی و فیزیکی خود را التیام ببخشید. ذهنتان را از بند ترس و نگرانی برهانید و به طور کامل بر محدودیت‌های نظیر فقر، شکست، درماندگی، کمبود و ناامیدی فائق آیید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که از نظر ذهنی و عاطفی با چیزهایی که می‌خواهید به آنها برسید یکی شوید و مابقی کارها را به نیروی آفریننده ضمیر ناخودآگاهتان بسپارید. از همین امروز و از همین لحظه شروع کنید و تغییرات شگفت‌انگیزی را در زندگیتان مشاهده کنید. ادامه بده تا زمانی که روز از راه برسد و سایه ها فرار کنند ادامه بده. سپاسگزارم از توجهتون.